دوستان قشنگم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه روز دیگه از اون روزای قشنگ پاییزیه که البته کمی دلگیر و ابری هم هست. من روزای ابری رو هم خیلی دوست دارم چون نوید بخش یه روز بارونی دیگه است و منم عاشق بارون و رفتن زیر بارون. خلاصه امروز تصمیم گرفتیم که با ماشین بریم و یه دوری تو اطراف روستامون بزنیم. رفتیم و سر از این روستای زیبا در آوردیم. یه روستا تو دل کوه. این روستا انگاری داره میشه شهر و ساختمونای زیباش و جدیدش چشم‌نوازی میکنن. البته بگم این روستا توریستیه و در ایام تعطیلات مسافر زیاد میاد اینجا. خدای من، یکم نقاشی خدا رو ببینید چقدر زیباست. وقتی تو جاده های این روستا راه میری انگار که داری به آسمون نزدیک و نزدیکتر میشی. این ابرهای طوسی رو کنار رنگای نارنجی ببینید چه صحنه زیبایی رو خلق کرده. واقعا قدرت خدا بی‌نظیره. خب عزیزانم، امیدوارم بازم منو همراهی کنید تا با هم دیگه دقایقی رو با هم در جاهای دیدنی روستا و اطراف روستامون بگذرونیم. تا دیداری دیگه، خدا نگهدارتون.